خب سلام به همه آرسنالیا، به یه قسمت دیگه از گانسکست خوش اومدین. تو این قسمت در خدمت علی هستیم، یکی از آرسنالیای قدیمی. قراره باهاش یه صحبتی داشته باشیم در مورد این فصلی که شروع شده و بازیایی که انجام دادیم و حالا یه نگاهی هم به ادامه فصل ببینیم چجوری میشه بازی‌ها. خب اولش بریم یه معرفی کنه علی خودش برای ما، ببینیم که از کی طرفدار آرسنال شده و چقدر داره آرسنال رو پیگیری میکنه. سلام میساق، سلام به همه دوستان. همونطور که میساق معرفی کرد، من علی هستم. از سال 1998 تقریبا طرفدار جدی آرسنال شدم و دنبال کردم. توی گانرز با میساق، محسن و بقیه بچه‌ها در خدمتتون بودیم. الان هم در خدمتتون هستیم که راجع به این فصل آرسنال با هم صحبت. بله، من 7 سالم بوده شما طرفدار آرسنال شدید. خب دیگه اون فصلی بود که دوگانه گرفتیم دیگه، همه میدونن. آره من خب دیگه چیزاشو خوندم دیگه، تاریخو خوندم و ویدیوها رو دیدم. خب علی جون، میگم که تا اینجای فصل به نظرت چجور بوده؟ یعنی نسبت به بازی‌های فصل گذشته، نسبت به بازی‌هایی که تا الان انجام دادیم، نظرت چی بوده تا اینجا؟ ببین میساق، اگر بخوایم یه مقایسه‌ای بکنیم، الان ما آخر هفته 8 هستیم. با هفته 8 پارسال، یعنی فصل گذشته مقایسه کنیم، که البته اون مقطع پارسال تو هفته 8 تیم 7 بازی انجام داده بودن، به خاطر مرگ ملکه یه بازی کمتر بود. ولی خب ما آخر هفته 9 بخوایم مقایسه بکنیم، تقریبا ما همون شرایطی داریم که پارسال لحاظ امتیازی بودیم. یعنی ما پارسال تو پایان هفته 9 که 8 بازی انجام داده بودن همین تیم‌ها 21 امتیاز کسب کرده بودیم، امسال 20 امتیاز کسب کردیم. تفاوت عمده‌ای که شاید این فصل داشته باشه، هم میدونن، اینه که دیگه از همین ماه اکتبر بود و دومین پنجره بازی‌های ملی، آرسنال و سیتی تقریبا نشون دادن که خودشون از بقیه جدا کردن. اما این فصل اینطور نیست، مدعی‌ها بیشترن و همه داریم اینو می‌بینیم. حالا اگر من بخوام مقطعی بگم، نمیخوام حالا به بحث نقل و انتقالات و اینها بپردازیم، می‌خوام کوتاه‌تر صحبت بکنیم. اینه که من یک ماه پیشم که آخر اولین پنجره بازی ملی به سپتامبر بود، گفتم که این 22 روزی که ما بازی داشتیم و 7 بازی انجام دادیم، 4 تا تو لیگ برتر، 2 تا تو UCL و یه دونه توی جام اتحادیه، گفتیم اولین آن هستش که آرسنال باید این فصل خودش نشون بده که آیا این فصل هم میتونه مدعی جدی باشه یا نه. و خب خیلی خوب و پس این فکر میکنم بر اومدیم. چرا؟ چون ما توی این مقطع با سیتی و تاتنهام بازی داشتیم، با اورتونی بازی داشتیم که همیشه توی گودیسون پارک ما رو اذیت کرده. اگر با هم بازی تاتنهام همون اشتباه بچگانه نبود، شاید ما خیلی راحت میتونستیم که اون بازی رو هم ببریم و الان خیلی راحت‌تر پیش بودیم. اما با این حال چیزی که هست اینه که همونطور که گفتم و بقیه هم می‌دونیم، این فصل تیم‌ها خیلی نزدیک‌ترن. برایتون هست، با خود نیوکاسل هست، سیتی رو با اینکه اولین باره که از سال 2018 دو تا باخت پشت سر هم تو لیگ میده، نمیشه کنار گذاشت. تیم‌های دیگه لیورپول خب برگشته. همه اینها، استون ویلا با اونای امری، اینا همه تیمایی هستن که مدعی بازی آسونی هیچ موقع توی لیگ برتر نیست. من چیزی که میخوام بگم اینه که حالا اگه مقطعی بخوام نگاه بکنیم، دقیقاً الان ما آخر این پنجره بازی ملی تا پنجره بازی ملی نوامبر که هست، دقیقاً 22 روز بازی هست. ما دوباره این پنجره رو بخوایم بررسی بکنیم، باز ما 7 بازی داریم اینجا. 4 تا بازی لیگ برتری داریم، 2 تا بازی UCL داریم و یه بازی جام اتحادیه. بازی لیگ برتریمون خیلی سختن، 2 تا بازی خارج خونه با چلسی و نیوکاسل داریم تو سن جیمز پارک. چلسی که با علیرغم آمار غلطی که داشت، ولی خب الان 2 تا برد پشت سر هم کسب کرده. آره خب اون موقعی هم که میباخت چلسی ایکس جی بالایی داشت، ولی خب همه میگفتن تموم کننده نداره. ولی خب در هر صورت الان برگشته. ما اولین بازیمون تو استنفورد بریج با اونا بازی بکنیم. 2 تا بازی داخل خونه با ظاهرا آسون، ولی به نظر قطعا آسون نیست، با شفیلد یونایتد و برنلی داریم. تو UCL بازی رفت و برگشت با سویا داریم و یه بازی تو استادیوم لندن با وست هم داریم. حالا کاری نداشته باشیم به جام اتحادیه که آیا ما باید تو جام اتحادیه جدی بگیریم نگیریم، اینا کار نداریم. میگم دوباره ما همین 7 بازی اگه نگاه بکنیم و باز ببینیم که مثل سال پیش ترکیب ما کشش جنگیدن تو جام رو داره یا نداره، میشه راجبش بحث کرد. ولی اون چیزی که هست، من فکر میکنم که
UCL هنوز قطعا البته ما باید از این گروه صعود بکنیم و بریم جلو، ولی کشش این که ما بخوایم بگیم که ما تو UCL میتونیم خیلی جلو بریم نداشته باشیم. هنوز تیم به اون بلوغ نرسیده. همه میدونن ما میانگین سنی تیم ما دومین تیم جوان لیگ بود، نزدیک 25 سال 24 و 9 اینا هستش و این خب کارو سخت میکنه. با این حال ما تو لیگ برتر فصل پیش هفته‌های متمادی صدرنشین بودیم. بالاخره هرچند که اختلاف امتیاز خوبی هم تو برخی مقاطع با سیتی داشتیم ولی خب نتونستیم اون گام آخر رو برداریم. باید این فصل باز هم به نظر میاد که تمرکزمون رو بذاریم که این کارو بتونیم انجام بدیم و انجام شدنی هم هست و برای این باید حتما ما یه نگاهی به بازی‌های داخل خونه داشته باشیم. فصل پیش بازی‌های خارج خونه ما بهترین تیم لیگ برتر بودیم. اما توی بازی داخل خونه این نداشتیم این آمار رو. این فصل ما الان امتیازاتی که از دست دادیم مقابل فولهام و تاتنهام داخل خونه بوده. اما بازی خارج از خونه‌مون رو بردیم. اول از همه باید بدونیم که تو بازی داخل خونه همونطور که فصل پیش بود باید تمام تیم‌های قدر رو ببریم. فصل پیش این کار رو بعد از چندین فصل مقابل لیورپول انجام دادیم. این فصل مقابل سیتی الان انجام دادیم. باید این کار رو توی خونه بتونیم انجام بدیم. تیم به این باور برسه که میتونه مقابل تیم‌های بزرگ نتیجه بگیره. میگم گام به گام باید نگاه کرد. باز باید ما این یه ماه آینده رو بتونیم که بهترین عملکرد رو داشته باشیم از این 4 بازی، خصوصا لیگ برترمون مقابل سویا. هرچند سویا بالاخره تیمیه که تو اروپا خیلی فرق میکنه و عملکردش تو اسپانیا و تازه سرمربیش مندلیبار رو عوض کرده، ولی باید نتیجه لازم رو برای صعود بگیریم. یعنی حداقل بازی داخل خونمون رو از دست ندیم. من به این فکر میکنم. از اون ور چیزی که هست اینه که همچنان سیتی رو من رقیب اصلی میدونم، هرچند و لیورپول رو، هرچند شما برایتون رو میبینی، ویلا رو میبینی که خیلی خیلی خوب دارن کار میکنن، نیوکاسل هست و بقیه تیم‌ها ممکنه برگردن، خود منچستر یونایتد، چلسی ممکنه برگردن. هنوز نمیشه اونها رو از کورس نمیگم قهرمانی ولی حداقل از کورس جنگیدن برای 4 رتبه کنار گذاشت. سیتی تو ماه آینده خیلی برنامه سختی داره. مقابل 4 تا بیگ 6 بازی داره، مقابل استون ویلا و برایتون بازی داره، تو جام اتحادیه کنار رفته. هرچند بازی یو سی الش خیلی آسونه ولی به نظرم سیتی تو لیگ برتر خیلی ماه سختی رو داره و اگر بتونه از این آزمون بیرون بیاد واقعا باید دوباره بگیم که سیتی برگشته به اون کورس قهرمانی. فقط نکتهش این هستش که حالا سیتی تو این 3 تا بازی که 2 تا بازیش تو لیگ بوده یا تو اتحادیه 3 تاشو باخت بدون رودری، اونا دیبروینه هم ندارن. هرچند شاید خیلی هنوز بهش نگاه نکنیم، اما یه چیز آماری که هستش اینه که سیتی تو این فصل تا اینجا از لحاظ امید گل ایکس جی تیم هفتم فصله و این نشون میده که چقدر نبود دیبروینه اثرگذار بوده. همه از عملکرد خوب سالیبا تو بازی با سیتی داریم حرف میزنیم که چقدر هالند خوب مهار کرد، تو تمام دوئلاش موفق بود، ولی خب باید نبود، حالا فارغ از رودری که همه به راجع صحبت میکنه و نبود رودری این بازی هم اثر داشت که حالا میتونیم یه ذره راجع به تاکتیکایی که این آرتتا و گواردیولا تو این بازی داشتن ما هم صحبت بکنیم. اما خب نبود دیبروینه نه تنها حالا تو بازی با آرسنال، تو حداقل تا ژانویه که میگم بیرونه، خیلی سیتی رو با چالش روبرو خواهد. آره. حالا تو این مدت اگه نمیدونم تو هم این احساسو داشته یا نه، خیلی انتظارات انقدر از تیم رفته بالا، خیلی‌ها با وجود اینکه این همه برد داشتیم فقط 2 تا مساوی داشتیم ولی جو منفیه. نمیدونم تو هم اینو احساس کردی؟ مخصوصا آره. بازار ایرانی خیلی این من به صحبت‌های خودت حتی اشاره میکنم که صحبتایی که با هم داشتیم میگفتی که تو بازی اول فصل، اون بازیایی که رفته بودی خودت استادیوم، میگفتی جو استادیوم مثل فصل پیش نیست. فکر می‌کنم البته الان یه مقدار برگشته باشه با بردایی که مقابل یونایتد به دست اومد، مقابل سیتی به دست اومد. آره انتظار از تیم خیلی بالا رفته. ما میگم تیمی بودیم که فصل پیش هفته‌های زیادی رو صدرنشین بودیم، همه انتظار دارن که الان آرسنال مقابل فولهام باید تو خونه امتیاز از دست بده و آره من هم این جوو حس کردم و اینم هستش. ببخشید دوستان، اینکه رقیبا ما آخر فصل پیش هم چیز می‌کردیم، رقیبا هم بالاخره بیکار نشستن. تاتنهام با پوستکوگلو هستش، خود برایتون دیزربی، استون ویلا، اینا هم دارن کار میکنن. اینه که به نظر میاد خب همه کار خیلی سخت‌تره دیگه، برای همینم انتظارات از تیم ما بالاتره. تو به نظر نسبت به فصل پیش تا الان ما پیشرفت کردیم یا مثلا درجا زدیم یا مثلا پسرفت کردیم تا همین دیدی؟ ببین یه بحث تاکتیک هست. یه بحث اینه که قطعا تیم ما نسبت به فصل پیش اسکواد بهتری داره، این که شکی نداره. قبل از شروع فصل هم یادم گفتم جایی که اگر ترکیب بازیمون رو با نیمه نهایی سیتی که تو اف ای کاپ اون فصل سال 2020 بازی کردیم و توی
ومبلی 2-0 بردیم مقایسه بکنیم، از اون ترکیب ما فقط ساکا رو داریم، نلسون رو داریم از اون ترکیب و بقیه همه رفتن. کسی دیگه نداریم توی ترکیب تیم. اینا خب خیلیش خوب پالایش شده، بازیکنای خیلی متوسط زیادی رو از دست دادیم، ما نخواهیم اسم ببریم، ترکیبمون بهتر شده. حتی من حالا بخوام از این سوال تو یه گریزی بزنم، تو بازی با سیتی تعویضای آرتتا بهتر از تعویضای پپ عمل کرد و خیلی جاها هم نوشته بودن که نیمکت خیلی عجیب برام، نیمکت آرسنال از نیمکت سیتی بهتر بود. آره این تعویضی هم جالب، اون 3 تا بازیکنی که تعویضی شدن دقیقاً همونا رو گل تاثیر داشتن. ولی خب اگه بخوام لحاظ تاکتیکی هم بررسی بکنیم، ما تونستیم بهتر، یعنی با تاکتیکایی که البته هر دو تا مربی محافظه‌کارانه تو این بازی خیلی کردن و بازی علیرغم نام سنگینی که دو تا تیم داشتن با این ستاره هاشون و مربیاشون که هر دو تا بهترین، یعنی بهترین خط حمله های فصل پیشو داشتن، ولی بازی واقعا قشنگی نبود. اگر خیلی گره خورده بود، خیلی گره خورده بود. به خاطر اینم بودش که هر دو تا تیم خیلی محافظه‌کارانه کار کردن. خب پپ با نبوده، میگم رودری و دیبروینه خب خیلی دستش بسته بود روی سری چیزها و آرتتا هم خیلی دوست داشته که اون اشتباهاتی که نه فقط فصل پیش که ما سالها شاید بگم از زمانی که سیتی با مانچینی بود دو 5 دقیقه اول ما یه اخراجی پنالتی میدادیم و بازی دیگه دستمون در رفته بود. آرتتا هم خیلی سعی کرد که محافظه‌کارانه کار بکنه، برای بازی خیلی بسته بود و بازی تماشایی نبود. ولی اگر واقعا لحاظ تاکتیکی نگاه کنیم، بازی تز و آنتی تز بود، یعنی هر دو تا مربی خیلی سعی کردن که هی تاکتیکای همدیگه رو خنثی کنن. آره دقیقاً. حالا به نظرت ادامه فصل چجور می‌بینی؟ لیورپول و تاتنهام و به نظر من شخصا خیلی نسبت به فصل پیش سخت‌تر شده لیگ انگلیس. قطعاً همینطوره. آره این چند تا تیم نمیتونم الان بگم استون ویلا و برایتون میتونن ادامه بدن، ولی همونجور که گفتی حداقل برای سهمیه میجنگن. بعد از اون ور تاتنهام و لیورپول احساس میکنم خیلی شاید از سیتی هم به نظر من بعضی جاها بهتر عمل کنن تو مثلا ادامه بازی‌ها. اینو ادامه‌ش چجوری می‌بینی؟ به نظر ببین همونطور که حالا خودت هم اشاره داشتی اینا هستش بازه. یه چیزی که هست اینه که استون ویلا و برایتون هم توی اروپا حضور دارن. این خیلی رو عملکردشون اثر بذاره، کما اینکه شما برایتون 2 تا عملکرد متفاوت تو لیگ برتر اروپا می‌بینید و این خب رو عملکردشون قطعاً اثرگذار هست، چون اونها هم ترکیبشون اون عمق زیادی که بخوان توی چند جام بدنگن رو قطعاً نداره. اما مسئله اینه که رقیب سرسختی نه فقط این تیم‌ها که همه تیم‌ها، من حتی میگم شفیلد یونایتد و برنلی که تو خونه ما بازی می‌کنه قطعاً حریفای دست و پا بسته نیست. لیورپول اگر مصدوم نده واقعاً میتونه پا به پا همینجوری پیش میاد. ترکیبش عمق نداره لیورپول، یعنی خب خیلی بازیکن‌ها رو رد کرد. نمیگم بازیکن‌ها همه بازیکن‌های خوبی، نه فابینیو بود، چمبرلین بود، فرمینیو بود، خیلی بازیکن‌ها که فقط البته 2 تا هافک خوب گرفت، سوبوسلای و مکالیستر رو، ولی خب هنوز از فقدان یه شماره 6 خوب داره اون وسط رنج میبره. یه موقعی میاد هاروی الیوت تو بازی میده، یه موقعی حالا تییاگو اگر مصونیت برگرده بازی بده، اینها توی اون پست قطعا مشکل داره. ولی مصونیت پست دیگه هم میتونه خیلی اثرگذار باشه. اگر یه مصونیت توی یه پست کلیدی بده، به نظر میاد که نتونه پا به پای ما اینکه دستشون بازتره، حتی مثلا همین استون ویلا و برایتون، نمیخوام حالا فقط بگم آرسنال، نتونه پا به پاشون بیاد. در مورد تاتنهام الان چند تا بازی سختشو انجام داده، مقابل یونایتد انجام داد، مقابل ما انجام داده، مقابل لیورپول انجام داده و خب تا فکر کنم تا هفته 4 مقابل سیتی بازی سخت دیگه نداشته باشه. اما مسئله اینه که بردایی هم که کسب کرده مقابل 4 تا تیم پایین جدولی بوده، برنموث بود، مقابل برنلی بود. یعنی این رو هم باید در نظر داشته باشیم که اونها هم بخش اعظمی از امتیازاتی که الان کسب کردن علیرغم خب عملکردشون مقابل این تیم‌های بزرگ، مقابل تیم‌های ته جدولی بوده. در هر صورت پوستکوگلو تا حالا قطعا خیلی خوب عمل کرده. یعنی اینجوری بگم توی بازی با ما هم توی ورزشگاه امارات قطعا اگر می‌خواستیم منصفانه نگاه بکنیم تاتنهام اون یک پارچگی بیشتری نسبت به ما داشت. اما مسئله اینه که توی تاتنهام شما فقدان یه مدیر ورزشی خوب و یه در واقع مدیریت خوب داری و این باعث شده که شما پوستکوگلو بهترین مربی ماه شد. ولی خب مورینیو هم وقتی اومد این عمل کرد و داشت، نونو اسپریتو سانچز هم وقتی داشت اول ماهی که سرمربی بود بهترین سرمربی ما شد. بعد ببینیم که تو در ادامه چه جوری میشه، اتفاقی برای تیمشون میفته. یه چیزی که من خودم حالا اعتقاد دارم اینه که رفتن هری کین که یک ابرستاره بود، هرچند که خب همه دوستش داشتن اونجا توی اون ورزشگاه اسپرز، ولی خب یه مقدار تیمشون رو یک دست‌تر کرد.
تاتنهام داشت زیر سایه کین دیگه گم میشد، یعنی کین خیلی بزرگتر از تاتنهام شده بود. ولی خب میگم بعد ببینیم که در ادامه چی میشن. توی بازی با لیورپول که هیچ، توی بازی آخری که یکیش بردن که با گل فندنفن بود، این مدافعی که گرفته بودن کارشون گره خورده بود. بازی لیورپول هم کارشون گره خورده بود. اینه که هنوز نمیشه بگی اون پتانسیل جنگیدن برای رتبه‌های حداقل اول و دوم دارن، ولی خب قطعاً برای سهمیه UCL خواهند جنگید. آره هنوز هفته 8 هم هست و خیلی راه زیاده که حداقل یه 5-6 هفته دیگه تازه میشه فهمید که کیا مدعیان کیا نیستن و شاید بتونیم بگیم پنجره بعدی بازی ملی تو ماه نوامبر این خیلی قضیه. آره حالا برای آخرین سالم پیش بینی راجع به بازی با چلسی چیه؟ میبریم یا بازی گره میخوره باز؟ شاید این شانس ما بودش که البته یه چیزی بگم، من همیشه میگم بعد بازی ملی بازی خارج از خونه خیلی سخت. آره دقیقاً. بعد بازی ملی تو تازه بیای بازی خارج از خونه هم داشته باشی. ولی مسئله که هست اینه که چلسی بعد از 2 تا برد متوالی به پنجره بازی ملی رسید. این شاید واقعا یه وقفه‌ای توی کارشون بندازه. اونها رو از تمپوی کارشون رو یه مقدار دچار مشکل بکنه. برای ما این ثبات خب بیشتر بوده. چه عملکردمون این فصل از گذشته. ما توی نه فقط فصل گذشته که توی این چند فصل مقابل چلسی خیلی خوب نتیجه گرفتیم. از لحاظ روی به غیر از اون بازی اول 2 فصل پیش که 2-0 با گل لوکاکو باختیم، تو این چند فصل همش چلسی رو بردیم. حتی تو اون فصلی که قهرمان اروپا هم شدن ما اونا رو تو لیگ دبل کردیم. دست بالای روحی رو ما خواهیم داشت در مقابلشون، ولی خب میگم اونها ترکیب جوان و بسیار سازنده‌ای دارن، ولی توی پست شماره 9 خیلی ضعف دارن و ما باید که یه عملکرد منسجم دیگه مثل بازی سیتی که خیلی تیم منسجم بود تو این بازی و خیلی هماهنگ عمل کرد داشته باشیم که بتونیم اونجا موفق باشیم. خب ما تو بازی با سیتی موقعی که کارگه خورد هاورس رو آوردیم به عنوان پست فالس ناین آوردیم و خیلی جواب داد برای ما، برای اینکه بازی مستقیم رو به بازی مستقیم بیاریم و از جایی که بتونه اون بازیکن‌های بغلش رو تغذیه بکنه مثلا بالاخره به گل هم برسه. فکر می‌کنم که لازم باشه تو بازی با سیتی هم توی خط هافبکمون از هاورس استفاده نکنیم و یه کار خانه نمیگم تقریبا مشابه با سیتی، چون قطعا اون تزی که سیتی تو بازیش داشت و تزی که چلسی داره متفاوت است. ولی خب توی پست 8 که ما داریم با برگشتن توماس پارتی که این بازی هم اومد روی نیمکت و اثرگذار بودن اودگارد و رایس، بتونیم که این خط میانی منسجمی داشته باشیم مقابل چلسی که اونها هم اون نقطه برتریشون نسبت به خط دفاع و خط حمله اون خط میانیشون هست. این نظر من هست. خیلی ممنون، واقعا لذت بردم از صحبتات. شما هواداری که خیلی قدیمی هستین بالاخره آرسنال شاید یه جور دیگه می‌بینین نسبت به کسایی که جدیداً طرفدار شده و من همیشه لذت میبرم با افرادی مثل شما. اولا همینطوره، ما بودن شما لذت میبریم. سالهای زیادی هستش که با هم دوست هستیم، ارتباط هست. آره ان شاء الله حالا تو برنامه بعدی هم خیلی دوست دارم راجع مثلا عملکرد بازیکنان با هم صحبت کنیم. حالا میتونیم راجع به تیم و اینا میشه روی تیم و بازی‌های تک بازی‌ها هم صحبت بکنیم. البته که کانال تازه 2 هفته است و این هفته شروع شده و امیدواریم که خیلی پرپیمون‌تر بتونیم ادامه. مرسی، خیلی ممنون که این قسمت با من بودی و ممنون ازت. ممنونم از تو میسا و همه کسایی که پای صحبت ما نشستن.